سلام بر شما. به برنامه خوشا روستا خوش آمدید. در این برنامه به روستای چنار میرم. چنار از روستاهای شهرستان عجبشیر در استان آذربایجان شرقی است که میان دو کوه واقع شده است و بر طبق روایات و نوشته‌های به دست آمده قدمت این روستا به بیش از 500 سال می‌رسد. شاید بتوان یکی از دلایل واقع شدن این روستا در این منطقه را وجود چشمه‌های متعدد دانست که در اطراف آن وجود دارد. برای رسیدن به چنار کافی است تا 22 کیلومتر به سمت شمال غرب شهرستان عجبشیر حرکت کنید تا به این روستای کوهستانی و خوش آب و هوا که مساحتی 3200 هکتاری دارد برسید. جمعیت روستا بر طبق آخرین سرشماری 404 خانوار و 1340 نفر اعلام شده است. اما باید گفت که در نیمه اول سال و به ویژه در تابستان جمعیت ساکن آن افزایش پیدا می کند و خیلی از افراد ساکن شهرها به روستا برمیگردند. دامداری، کشاورزی، قالیبافی و زنبورداری تقریباً از جمله مشاغلی است که مردم چنار به آن مشغولند و می توان گفت که محصولات کشاورزی آن که شامل گندم، جو، نخود، گردو، بادام و سیب است، از شهرت خاصی در میان مردم استان و سایر استانهای همجوار برخوردار است. اکثر مزارع این روستا دیمی است و از مشهورترین آنها میتوان از ساریگل نام برد که در آن محصولات متنوع زیادی کشت میشود. در کوههای چنار بالغ بر بیش از 100 نوع گیاه دارویی میروید که از جمله مهمترین آنها میتوان به آویشن، گل گاوزبان، شیرین بیان، کنگر، بواناخ، گل مرگم و خارشتر اشاره کرد. گیاهانی که هر کدام خاصیت‌های درمانی شگفت‌انگیزی دارند و این منطقه را در استان به محلی جذاب برای حضور گردشگران تبدیل کرده است. کوه‌ها و ارتفاعات روستا زیستگاهی است برای بسیاری از حیوانات وحشی همچون گرگ، خرس، خوک، خرگوش، روباه و گونه‌های پرندگانی چون سهره، بلبل، عقاب، شاهین و قرقی. خب امیدوارم که از معرفی این روستا هم لذت برده باشید. برای معرفی روستای چنار آقایان علی عبدی و مسعود علیاری زحمت کشیده بودند و فیلم ها و عکس ها و مطالب خوبی رو برای ما ارسال کردند. شما دوست عزیز هم اگر تمایل دارید روستاتون رو در روستا تیوی معرفی کنید، میتونید مطالب و عکس ها و فیلم های خودتون رو برای ما ارسال کنید تا از همین طریق در روستا تیوی برای همه مردم خوب ایران معرفی کنید. ممنونم. خدا نگهدار.